سعید جناب آقای دکتر حسین امیرعبداللهیان از جمله نیروهای ارزشمند وزارت امور خارجه بودند. های شما روی تصاویر بسیار دلسوزانه‌ای هست برای خیلی مردم واقعا شریف تأسف‌بار ایران. و خیلی تصاویر انتقال پیکرهای شهدای حادثه و سانحه بالگرد در منطقه جلفای آذربایجان شرقی که منجر به شهادت خادم الرضا رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی و جمع همراه ایشان شد. بله، انا لله و انا الیه راجعون. واقعا یک مهاجر فی سبیل الله بود آیت الله رئیسی. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، به ایشون صدق میکنه. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه